سلام به همه دوستان گلم. به کانال افسانه‌های تاریک خوش اومدین. امروز داستان نفرین قدیمی رو براتون تعریف میکنم که باعث تسخیر شدن خیلی ها شد. داستان رو از زبان بهزاد عزیز براتون تعریف میکنم. همه چیز از آن شب لعنتی شروع شد. شب سردی که مادرم مثل همیشه مشغول خواندن دعاهایی بود که از دعانویس سر کوچه گرفته بود. هیچ وقت از این کارش خوشم نمی آمد. از وقتی یادم می آید او همیشه در گوشه ای از خانه می نشست. زیر نور کمرنگ چراغ زمزمه های آرامی می کرد که باعث می شد مو به تنم سیخ شود. اما آن شب فرق داشت. هوا عجیب سنگین شده بود. درختای حیات آرام آرام تکان می خوردند. انگار که نسیم نامرئی آنها را نوازش می کرد. صدای زوزه‌ای در دوردست شنیده می شد، مثل فریادهای یک موجود گرفتار. ناگهان گربه سیاهی که همیشه در کوچه پرسه می زد به طرز عجیبی روی دیوار نشست و زل زد به ما. چشمهای زرد و درخشانی داشت که در تاریکی می درخشیدند. از همان لحظه حس کردم که چیزی اشتباه است. مادرم صفحات کتاب دعا را ورق می زد تا اینکه ناگهان صدایی از پشت سرمان آمد. صدای سابیده شدن چیزی روی دیوار. چرخیدم اما چیزی ندیدم. قلبم به تپش افتاده بود. مامان بس کن دیگه. نگاهم کرد اما قبل از اینکه جوابی بدهد چراغ خانه یک لحظه خاموش و روشن شد. حس کردم چیزی در تاریکی تکان خورد. شب نحسی در پیش داشتیم. آن شب تا صبح بیدار ماندم. حس عجیبی در خانه جریان داشت. انگار که سایه‌ای نامرئی در گوشه ها کمین کرده بود. مادرم بعد از خواندن دعا کتاب را بست و به من نگاه کرد. چشمهایش انگار تهی شده بودند. برو بخواب پسرم. صدایش آرام ولی لرزان بود. اما من خوابم نمی برد. هر لحظه که چشمانم را می بستم گربه سیاه را می دیدم که از پشت پنجره زل زده. نیمه های شب بود که صدای تق تق بلندی از حیاط بلند شد. آهسته از تخت پایین آمدم و به سمت پنجره رفتم. سایه‌ای بلند و خمیده کنار درخت ایستاده بود. نه کاملا انسان بود نه چیز دیگر. قلبم در گلویم میکوبید. دوباره صدای پنجه کشیدن روی دیوار آمد. گربه سیاه دیگر نبود، فقط آن موجود بود، ایستاده منتظر. پشتم یخ زد. حس کردم چیزی پشت سرم است. به آرامی سرم را چرخاندم اما چیزی نبود. آن شب اولین باری بود که صدای نجوای نفرین شده ای را در گوشم شنیدم. نباید این دعاها خوانده میشد. صبح که شد همه چیز عادی به نظر می رسید، اما من می دانستم که اینطور نیست. هنوز صدای آن نجوای شبانه در گوشم بود. مادرم رفتار عجیبی داشت، مثل اینکه چیزی را پنهان می کرد. چهرهش رنگ پریده بود، انگار تمام شب را بیدار مانده باشد. تصمیم گرفتم حقیقت را بفهمم. پس از کمی جستجو در اتاق مادرم چشمم به کتاب دعا افتاد. اما چیزی که درون آن دیدم قلبم را لرزاند. کنار دعاها نامهایی نوشته شده بود که خطی روی برخی از آنها کشیده شده بود. برخی از آنها نامهای آشناها بودند. نام اقوامی که ناگهان بیمار شده یا فوت کرده بودند. قبل از اینکه بتوانم بیشتر بررسی کنم صدای در زدن بلندی بلند شد. در را باز کردم و با پیرمرد دعانویس محله روبرو شدم. نگاهش مرا میترساند. آهسته گفت پسرت را ببر به قبرستان، اونجا جواب تو میگیری. من با حیرت نگاهش کردم اما مادرم بدون مکث گفت باید بریم. قبرستانی که مد نظرش بود خارج از شهر در میان درختان خشک و شکسته قرار داشت، جایی که سالها کسی از آنجا عبور نکرده بود. وقتی وارد آنجا شدیم باد سردی وزید و صدای خشخش برگ‌های خشک در فضا پیچید. ناگهان چیزی روی سنگ قبرها ظاهر شد. رد پای خونی، ولی هیچ کس آنجا نبود. پاهایم سست شده بودند اما مادرم جلوتر رفت. در میان قبرها دعانویس پیر ایستاده بود، انگار که منتظر ما باشد. چیزی که به دنبالش هستی در اینجا دفن شده.
صدایش سرد و بی احساس بود. قدمی جلو گذاشت و با عصایش روی سنگ قبر کهنه کوبید. نامی روی آن حک شده بود که به سختی خوانده میشد، اما چیزی که مرا بیشتر ترساند خاک تازه‌ای روی آن بود. انگار که کسی به تازگی آن را زیر رو کرده باشد. مادرم زمزمه کرد: اون بر میگرده. دعانویس سرش را پایین انداخت و گفت: تو کتاب اسمش رو دیدی؟ نه. نفرینی که روی این خانواده افتاده کار اون بود. این قبر نباید باز بشه. اما قبل از اینکه بتواند جمله‌اش را تمام کند، صدای خنده خشدار و وهم‌آلود در فضا پیچید. باد سردی وزید و تمام شمع‌هایی که پیرمرد روشن کرده بود خاموش شد. احساس کردم کسی پشت سرم ایستاده، اما جرأت چرخیدن نداشتم. مادرم، بریم از اینجا. اما او چشمانش خیره به قبر مانده بود و انگار که نیروی نامرئی او را در جای خود نگه داشته باشد. صدایی از درون قبر آمد، صدای کشیده شدن چیزی روی چوب، و بعد در قبر باز شد. قبل از اینکه بتوانم فرار کنم، زمین زیر پایم شروع به لرزیدن کرد. انگار چیزی در دل خاک تکان می‌خورد. مادرم چشمانش را بست و زیر لب دعا خواند، اما صدایش در میان زمزمه‌ای وهم‌آلود گم شد. دعانویس عصایش را محکم به زمین کوبید و گفت: این نفرین از نسل‌ها قبل ادامه داشت و حالا دوباره بیدار شده. ناگهان چیزی از داخل قبر بیرون آمد. نه انسان بود، نه حیوان. سایه‌ای کشیده با چشمانی درخشان که در تاریکی شب پیچ و تاب می‌خورد. بدنم قفل شده بود. نمی‌توانستم تکان بخورم. صدا در سرم پیچید: نامم را خوانده‌ای و حالا تو نیز بخشی از ما خواهی شد. سایه در هوا پخش شد و لحظه‌ای بعد احساس کردم چیزی درونم فرو رفت. یک حس سرد، غیر انسانی، انگار که دیگر تنها نبودم. حسی که در بدنم جریان داشت طبیعی نبود. انگار خودم دیگر متعلق به خودم نبودم. نگاه مادرم وحشت زده شد. دعانویس به آرامی جلو آمد. نگاهش سنگین بود. نباید اجازه میدادی واردت بشه. حالا دیگه یکی از اونهایی. حرفایش را باور نمی کردم، ولی صدایی در درونم، زمزمه های نامفهوم، این را تایید می کرد. به مادرم نگاه کردم. اشک در چشمانش حلقه زده بود. باید یه راهی باشه. دعانویس زیر لب دعا خواند. ناگهان چیزی درونم تکان خورد. انگار چیزی خشمگین از درونم میخواست بیرون بیاید. جیغ کشیدم، اما صدا به خودم تعلق نداشت. چشمانم تار شد. دنیا در هم پیچید و برای لحظه‌ای خودم را در مکانی دیگر یافتم. نه قبرستان بود، نه خانه. جایی در تاریکی با سایه هایی که دورم میچرخیدند. زمزمه ها حالا واضح تر شده بودند. تو حالا مال مایی. چشمانم را باز کردم و هنوز در همان فضای تاریک بودم. سایه ها دورم چرخ می زدند. زمزمه هایشان حالا واضح تر بود. این آواز است. تو بخشی از ما خواهی شد. احساس کردم که زمان متوقف شده است. انگار که در بعدی دیگر گیر افتاده باشم. نمیدانستم چطور اینجا آمدم، اما باید راهی برای بازگشت پیدا می کردم. در همان لحظه صدای دعای مادرم را شنیدم. ضعیف اما آشنا. ناگهان نور کوچکی در این تاریکی مطلق ظاهر شد. یک شکاف کوچک، و از درون آن چهره دعانویس را دیدم که چیزی را در دست داشت. همان کتاب دعا. زود باش، هنوز دیر نشده. صدای او در ذهنم پیچید. باید تصمیم می گرفتم، یا تسلیم این تاریکی می شدم، یا راهی برای بازگشت پیدا می کردم. و من تصمیم خود را گرفتم. نور شکاف مانند ریسمانی نجات به سوی من کشیده شد. احساس کردم که سایه ها سعی دارند مرا نگه دارند. زمزمه هایشان وحشتناکتر از قبل شده بود. برنگرد، اینجا جای توست. اما من به نور چنگ زدم. انگار که تنها امیدم باشد. جهان دورم پیچ و تاب خورد. سایه ها جیغ کشیدند و سپس همه چیز در نور کور کننده محو شد.
چشمانم را باز کردم و خودم را در قبرستان دیدم. مادرم کنارم بود. اشک در چشمانش جمع شده بود. دعانویس نفسی عمیق کشید و گفت: تو تونستی برگردی، اما این پایان کار نیست. هنوز حس می کردم چیزی در درونم تغییر کرده است. انگار که بخشی از آن تاریکی هنوز در وجودم باقی مانده باشد و حالا من آن را کنترل می کردم. بعد از آن شب دیگر هیچ چیزی مثل قبل نبود. هرچند که من از آن بعد تاریک بازگشته بودم، اما احساسی در درونم زمزمه می کرد که همه چیز هنوز تمام نشده است. مادرم مرا با نگرانی زیر نظر داشت، اما چیزی نمی گفت. دعانویسم با نگاه سنگینش فهماند که باید مراقب باشم. وقتی به خانه رسیدم احساس کردم خانه همون بویی را می دهد که در آن بعد تاریک استشمام کرده بودم. گویی بویی از آن دنیا با من آمده بود. و شب وقتی که در آینه نگاه کردم برای لحظه‌ای چهره‌ای دیگر را در بازتاب آن دیدم. یک سایه، یک موجودی که هنوز در درون من زندگی می کرد. بعد از آن شب دیگر نمی توانستم به آینه نگاه کنم. هر بار که چشمانم به بازتاب خودم می افتاد، آن سایه، آن چیزی که درونم بود، لبخند محو می زد. مادرم نگرانیش را پنهان نمی کرد. هر بار که مرا می دید دعایی زیر لب زمزمه می کرد. اما من می دانستم که این کافی نیست. پس تصمیم گرفتم نزد دعانویس بروم. او با دیدن من سرش را تکان داد. می دونستم که بر می گردی. روی میز جلویش کتابی کهنه باز بود. صفحاتی که با جوهر سیاه پر شده بودند. اون چیزی که تو رو دنبال کرده فقط یه سایه نیست. اون یه بخشی از چیز بزرگتره. یه نفرین قدیمی که هنوز پایانش نیومده. حرفهایش باعث شد نفسم را در سینه حبس کنم. یعنی هنوز ادامه دارد. او آهی کشید. تو تنها کسی نیستی که این را تجربه کرده، اما تو شاید آخرین باشی. دعانویس به چشمانم زل زد. انگار که چیزی درون من را میدید که حتی خودم هم از آن خبر نداشتم. اگه ادامه بدی این چیز از بین نمیره، فقط قوی تر میشه. حرفایش لرزه به اندامم انداخت. پس باید چیکار کنم؟ او کتاب دعا را بست و نفس عمیقی کشید. تنها راه بستن این دروازه است. اون چیزی که در درون تو آمده راه بازگشت میخواهد، ولی اگر ببندی برای همیشه داخل میمونه. به مادرم نگاه کردم. چهرهش پر از نگرانی بود. اگه باز بمونه چی؟ دعانویس با صدای آرامم و محکم گفت: کم کم دیگه خودت نخواهی بود. و من برای اولین بار حس کردم که شاید دیگر هیچ راهی باقی نمانده باشد. تصمیم سختی بود. اگر دروازه را میبستم این موجود برای همیشه درونم میماند. اگر باز میگذاشتم خطر آن را به دنیای بیرون میآوردم. دعانویس شمی روشن کرد و آن را روی کتاب دعا گذاشت. تنها یک راه هست. تو باید انتخاب کنی. احساس کردم که یک سایه درونم بیدار شده است. درون سرم نجوا کرد. ما یکی شدیم. بستن این دروازه یعنی پایان تو. مادرم با ترس به من نگاه کرد. انگار که فهمیده بود دیگر تنها پسرش روبروی او نیست. قدم برداشتم و به سمت دروازه رفتم. نور کمجان از میان آن عبور می کرد، اما در پشتش تاریکی در هم می پیچید. لحظه ای تردید کردم، اما اشتباه می کردم. دیگر هیچ راه برگشتی نبود. باید تصمیم بگیری. ایستاده در برابر دروازه، ذهنم میان دو گزینه معلق بود. درونم چیزی فریاد میزد که رها کنم، اما صدای دیگر زمزمه میکرد که راه را باز بگذارم. دعانویس آخرین دعا را زیر لب خواند. صدایش آرام اما محکم بود. مادرم هنوز از دور با وحشت مرا نگاه میکرد. این تصمیم سرنوشت تو رو تعیین میکنه. نفسی عمیق کشیدم و دستم را به سمت دروازه بردم. لمسش سرد بود، انگار که چیزی از آن سوی تاریکی مرا لمس کرده باشد. لحظه‌ای چشمانم را بستم. زمزمه های درونم به اوج خود رسیدند. حالا دیگر بازگشتی نبود.
دستانم لرزید، اما مصمم بودم دروازه میخواست باز بماند. نیروی تاریکی مرا به سمت خود میکشید. زمزمه‌ای در ذهنم پیچید: اگر ببندی دیگر هیچ وقت آزاد نخواهی شد. اما من دیگر نمیخواستم قربانی این تاریکی باشم. دعانویس با صدای محکم گفت: حالا وقتشه. تمام نیرویی که داشتم را جمع کردم و با تمام قدرت دروازه را هل دادم. نور از میان آن بیرون زد، اما تاریکی همچنان مقاومت میکرد. چشمانم را بستم. حس کردم که چیزی از درونم بیرون کشیده می شود. سایه جیغ کشید، اما در نهایت دروازه بسته شد. یک سکوت سنگین حکم فرما شد. نفس عمیقی کشیدم. دیگر زمزمه‌ای در ذهنم نبود، اما درونم خالی شده بود. انگار بخشی از خودم را برای همیشه از دست داده باشم. قبرستان در سکوت فرو رفته بود. دیگر هیچ زمزمه‌ای، هیچ سایه‌ای در اطرافش احساس نمی شد. انگار همه چیز در لحظه‌ای ناپدید شده بود. مادرم نفس راحتی کشید، اما نگاهش هنوز پر از نگرانی بود. دعانویس آرام کتابش را بست و زیر لب گفت: پایان این نفرین آغاز یک چیز دیگر است. احساس کردم که دیگر آن زمزمه ها در ذهنم نیستند، اما چیزی در درونم تغییر کرده بود. من هنوز همان آدمی که بودم نبودم. به خانه برگشتم. شب بود، اما دیگر خبری از گربه سیاه، سایه های دیوار یا صدای خراشیده شدن چیزی در تاریکی نبود. با این حال وقتی از کنار آینه گذشتم، برای لحظه‌ای تصویر خودم را متفاوت دیدم. لبخندی محو، چشمانی که انگار دیگر فقط متعلق به من نبودند. نفرین هرگز واقعا تمام نمی شود. خب، به پایان داستان امشب رسیدیم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دوستداران وحشت و ماورا، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. ممنون از همتون. تا داستان بعد، خداحافظ.